عزیزی وقتتان خوش، میوارم به مزرعت و خوش زنگانی بین. دیگه وروی تاریخ امروز دیگه برنامه لسر سده هفتم و هشتم ناصریا و دوره سلطان سعد داشتیم و لول جلوی که لنوسریا و لبرنامه ویدیویی چین نسسر لاین جور و جور میجو یا تاریخ گوران و تایوت او سده چون او سده هر جوی که لو ویدیو شق سده سریکریا نویسرا و فرمانی سجی و للاتی شو آمانج یا هدف خراوکاری و کاولکاری و سرینو بیست و هلو ویدیو که باز لو کردی من که او دسپیک یا مقدمه یسری برنامه الویدیویه که بیشیم نسر چند سرچوی فرفر مهم که بیسا بنمای برداشت لسر میجو و ناسنامه گوران و لو طریقی چو لو ریچ و ناسنامه کردان یکی لأو سرچوله که بنراتیه لی باروا که جی جور مرجع چولی کریاسن را زانیاری لسر اوی که الحق که مذهبه که چیز باورن و چیز و حق الحقایق چه نوسریا یا تعلیف حاج نعمت مکریه حاج نعمت جیهون آبادی مکری. خب آیا این شخص پرسیار فریق البته باید تکانی حالی اول دست و که پرسیار الفریق باید تر بکریتن بپرسیتن لمورد این شخص و لمورد باوری لمورد یک را چه اصلا ای برهمویل خلقانه ای کتاول نیویساوه هدف چه بیسن آیا خوی مسلمان بیا ای مسلمان بیاست خود چه ضرورتی داشتیسن اسلام ورا لاره بود اگر خوی سروا الحق بیاست چه ضرورتی داشتیسن که بچوتن بنمال اسلام بگیرتن چه ضرورتی داشتی باوری الحق لسر بنمای اسلام هینی کتن بسوزنی یا یک وقاله که خوی هینی که بنویسیت رای الحق الولاریه نچن بونه پیرو دیگرانی که قصیان واصلا جمع جورتره تا سران ای سلسله بیره. خب خواه او جوری که کرکه نور علی الهی حاول بیسوا خانه ریاضت خانه بیست و شیوال وحشتناک دوریش پرورده کردیست شو تا شوکی لشو زمسانه و لخ دویشکانی او مالگل ریاضت خانه و اصلا هیچتی زندانی کرد آیا این سنت ربط گرفتن و گرد و شارستانیت گوران یا کوره هاتی لنو متنیل رسن لنو مرمول رسن آیا اشاره کس و روش عرفانی اشاره کس و روش ریاضت داری در صورتی که گشت سکتکان و سلسلکان الحق لسر هان سر واسه رویه دوریشگری دوریشی و عرفانی و صوفیگری و پیوان مستقیم دیدن و گرد اسلام و گرد تصوف اسلام خب یه لکورو هاتی وقتی ایمه هیچ نو متنگل رسن میجو گوران لیباره و هیچ پیاناکین خب ای باورگله لکورو هات بنوایان کورس سرچویان کورس و یسک لازمه
لازمه بچی من ئەو سەرچۆلە ژێربان بکەیمە ژێر کەلەمەوە کەلەمەیان بێمەوە لە ڕێ ئەو نووسراوە بچینە ناو مەغزە نووسەر بچینە ناو مەغزە خۆڵقینەر ئەو بەرهەمگەلە و بزانی من وە شێوەیەکی واسڵا پەدیدار شناسە چی دنیا دینە چی بەرداشتکردنە لەسەر هویەت ئیمە و چی بەرداشتکردن لەسەر ئیسلام واسن ضرورەتی چەبیەسن سەرەڕایی هەمکە شاخ و شۆبە شاخ و شۆبەی واسڵا مەذهبگە لە شاخەل جوورە ئیسلام شیعە و سونی باتین یە مەذهب تر یا یە تەریقەت تردا بمەرزنێ و ناو تەریقەت ئەمام زەمان و دواتر ناوی بنێتە ئەلحەق و بایەتەن بوتە پینەدووزی کە ئی باوەڕێ لە هەڵا هیچ ئاگاییک نەیاشت تەنیا واسڕات شتێکی ژنەفتێسن بەیانی کردێتی معلومە دواچی نەسەری وە پینە کردێتە ئەوەی کە ژنەفتێ لە مەورد گوران مەخسوسەن سەدەی هەفتم و هەشتمە کوچی پینێ کردێتە ئیسلام یا یەک کردێتە ژێرمەجموعەی ئێستا وە لە لای تر یە پینەتر داوەسن کە پادشاغە لە شاهنامەیی ئەوەی کە ناویان بریاسن کە منامە سەر و باوەڕە تاریخ دەوران باستان گورانەوەیش دەستکاری و ئەنەراف لێتی دروست کردیەوە ئیس واسڵا جەریانە ئیس تاریخە ئیس کومەلگا پینە داوەسە قەیەکۆ لە ناو ئاسارەکانی لە ناو نووسراوەکان ئەیە باس لایەنێک تر یەسەکە ئەڕا خارجیە ئی هەمکە ئەهمیەت دانەسە ئی شەخصە و دواتر کوڕەکەی و دواتر کوڕەکەی و ئیسە لە ئەوروپایە و لە ئامریکا واسڵا نمایشگا ڕایەندانن خەیر و حورمەتیان گرن و چەندین سەفوێلێکی ئینتەرنەتی ڕایان خستنە سەر ڕێ کە لەسەر تووڕ ئینتەرنەت کە و چەندین زوان فەڕەنسیی و ئینگلیسی و فارسی و شتێک نێرێتن زوان داڵکی خۆی هەڕە بایەتەکانێ خاورجیەل کەسێک چۆ هەنری کۆربن ڕئیس ئەنجومەن واسڵا فەڕەنسە لە ئیرانە بینێ بکە بەراورد بکە وەگەرد کتاو مقەدەسە وەگەرد ئەنجیل و تەوراتە و بیشی یە هاوتایە کتاو مقەدەس چه هەناوی لە یەمەش هەجویاتنە و چه هەناوی کە هاوتای هین بوتن هاوتای ئەنجیل تازەویش هەجویاتە و بەناوە برتنان ڕاسڵ وە فرە کەستر کە چینە سەسەری متایت یەی هیچ سەرئاڵا ئەو بڕێک نەزم دەری لەو چوارچوەی باسەڵ نظام باوەڕیە چوارچوەیەک دێرنەوە کتاوە وەلی یە هیچ چوارچوەیەک نێرە قەرز مشتێک واسڵا ڕەوایەتێک ڕوايتێک بدون سەنەد بدون نەزم بدون تەرتیب شرشویە ئەقراق ئامیز شخصیت پەرستانە هیچ لایەنی کە هەڵا تەنیا هەنری کۆربن نەویەسن دکتۆر محەممەد مۆکریکی یەکی لە یاریگە لە ئەمامە بەسڵا جنایەتکارە نازانم کی کوورەویشەم خۆمەینی دیەسن و گویا بەناوە نووسراوەکە هەست لەسەری لەسەر زنیانی هەر لەو هەواپەیما بۆ گەرد خۆمەینی هاتێ سوە ئێران لە فەڕەنسا بعد دواترش بوتە سەفیرە ئێران لە شەورەی فرۆبەس این شخص تا مخ و زقان اسلامیست پان ایرانیست چی اهمیت را باید اهمیت بیده حق الحقایق حاج نعمت مکری مقدمه رای بنویسه و حاشیه رای بنویسه توضیحات بیده سری و برسنده چاپ
اهمیتی کس هنری کوربن یه دفعه چاپی کرده، دکتر محمد مکوی یه دفعه چاپی کرده. حالا یعنی یک کتاب ای هم که اهمیت رچ ولی یه چیز لاین دومی حالا حساب کنیم لاین سومی یسه چوجی کف بیسن و عنوان یکی لزاداریه لالحق حاج نعمت الله که حاجیه که چوجو خوی نساسه لشو واصلا لشو حج کرد لخو حج کرد بیسن شو لخو حج کرد و بیسه حج و یه تبرک عنوانی که واصلا متبرک. خب چه باعث بیسن که این شخص و زاددار علق ناسیت و لپال او 11 حالا بناو حساولی که بستگی و جغرافیا داری کی لکام جغرافیا قصدی که 11 خاندان یا 12 خاندان را علق شمارن و ایان و خاندان اصلا ولی خب لباز شماری و خاندانش حساو کرین اما هیچ تمام هویت لجزئیات هویت الحقل چز لذهن و لفكر ای شخص خلق بیست و دیار لان کرته و نور الهی ادامه پیدا کرد و لواقع وقت ای سلسله سکتیل و سلسله الحقه که خوان میشن خاندان هر او مذهب قبول کردنست این معنی است که این هیچ یه واقعیت فکت هیچ نخویان توانستن لسر سرنوشت خویان و باور گلیان تاثیر دابرن نه چشتک داشت نه بلکه یانه هویتک تر داشت نسن حداقل هویتک مذهبی داشت نسن که مجبورن یا یک بنا و پلان خارجی این مذهب قبول کردن و اونجوری که نشراوکان گوبینو لبین و اصلا سفری که داشته سن را منطقه گوران نشین لبین سالکان 1855 تا 1858 میلادی این مذهب تازه اولیه دامرزی هست هوا متن مقام کان و بریتار نظر دوادان یعنی تا واصلا ای فرقه یعنی گشت لو زمانه حالا واصلا همه خاص ایجی نکفت و ای رأی من ویشید ایس واصلا لایان دیم دم یکو که یه پلانه یه پلان ای پلانه ایسا چی من ایما او مقدمه واسه ویدو مقدمه و باقی نوشرا و کان ویدو کان منیش هم توانی باید جور آیر هستو که را سنجین و اصلا درون مایه ای کتاوا که در بکفتن ای شخص مطابق و اصلا و روی برنامه سیاسی چیسن و رنسانی و من که زودتر چند برنامه داشت مگسر هر حاج نعمت و نور الهی این کلمه چی مستر اوه که نزید 14 سال عمر ها وقت ها زمان و گرد هاد بچو مینورسکی و ایوانوف را منطقه الگورانشین را کلن سرزوی کوپیوشن ایران و نو مردبل گردیان مطالعه کردن و لخاص و فراو مذهبی و فرهنگی و اصلا نژادیان باخور بید یعنی مورد عمدن و آگاهانه مطالعه کردن دستری که بزنن چو این مردم تاریخ سازی رای بکن چو هویت سازی رای بکن و
گوران و تور کری لخشتک بون لمحوی بکن لتاریخ بالی بیشتر وقتان نویرم عزیزیت با یواش واش و ای پرسیاری رو بچی من با شمناو طبعا چند برکی من هر چند برکلی من ل حق الحقائق بخواني من وشبكي من وإدامتي لبقري من لبرنامج الآينده عرض بود يا كتاب أولين وصلة صفحة آخري صفحة أولي لشون ياك يا حق الحقائق شأنها من حقيقة شيء منظومة قوي الحق من توري كرام بكرية فارسية فنملوا كرديش وخاطر با عزيزي که ومل فارسية زالنين وكرديش هنا كم ترجمة كم نخد وخد بلکه منظوره که فقط ترجمه كم یا يقول كردي مشمن تأليف حاج نعمت الله جیهون آبادی که این تأليف 1337 هجری قمری واصلات تمام بیود یا تقریبا بود سالی که مردی است 106 سال لیور حاشیه و هینا که این کرکه نور علی اللهی که نیساسه بعد هین یه چاپکه که هینه که انتشارات جهون چاپ بیسن و یه نوکتاو که حق الحقائق شامل حقیقتا تعریف که حاج نعمت الله جیهون آبادیه که جیانه که 1250 یعنی تبدیل کتنسه شمسی و 1337 بی که او قمری بی کنسه شمسی 1296 تقریبا بوده 1916 یا 19 وجود میلادی خب بعد زمستان 1373 چکریه هستن چاپ بیسن یعنی حدود 27 سالی ور یهش هینه که لیره هاورده سوی که چند جار چاپ بیسن چند سروده است و چو آثار که دیریتن بعد ای آثار نصریه جوری کاشف الاسرار که من یوی دوچی مثل سری تاریخ نیسانیان لآخری العمری نیستی هستن یه ناتوانه این بود واسه حل کفت بودن که لی آخری العمر که مینورسکی و ایوانوف سردان کن یه این حق الحقائق نساود و باید بشری کچی و نسب بنویسیدن و یا خوی جی پرسیارک بعد هین که یه رونیسه گویا هین سید نور محمد حسینیه که بدون اطلاع قبلی و اصلا اطلاعش نیاشتهسن این شخصه چکردهسن للایان انجمن فرهنگی ایران و فرانسه لجیر نظر پروفسور هاری من هنری و تنداوی بخشین کم هاری کوربن و چاپ رسیست که اختلافاتی و گرد دفتر اصلیه که دیری یعنی دفتری که این شخص داشته دفتر سومی که 3918 بیت خب این کتاب نسخه کامله این شاهنامه با چکردیسن شامل روی دفتر دوی موسیقی و دست هاوری هستن و لمجموعه 15042 بیت خب نقطه اکتر که آمجوه پیکردیسن که را خاطر شبهات لنا بردن شبهات این نورعلی توضیحات اکتا هستن در سر برای خالقه بخشناتم این کمدن صفحه پخش کردن سنواتی عزیزی یعنی خب حاج نعمت چکردیه حاشیه نویسی که توضیحات اکتا البته فریچ پرتانی هستن یه بعض بخشیلی که خوانیتن
ناتمام دیاره و دیاره بيتيلك مجموع بيتيلك للي حزب بيسن بعد انه خالصی که شرافت بیسه که برای کلی عمدن یا آگاهانه حذف کنن که اسرار قدیمی پیشنان چه بود حفظ بودن و خال چوارم یه که برای که هنگل لشونگل کاوردیس و کسگی زراهین در ذات خوا داشته و خود خواهی کردسن ناولی بردست که ناو لهیچ کس نوردسن و خود خوا غیر از چه علی که تمام دنیا علیه که بعدن چی نستره و نمونه هاوردس و کیه هنا موحدین بی یعنی باصلا وحدت پرستیل بیسن که هنگلی چه و عنوان سند رای هاوردس و یه چنیسا او آثاریه که هاوردس و یه چند بشه ای کتاوا لیره هاوردس و لیره خواهی که شروع کردیز یا بعضی هنگل دیریتن شونگل دیریتن که خواهی وگرد کسی که وگرد و اصلا خواهی و حلگریا هستاو که خواهی و کسی که وحی یا یک لقیب و حکم کریا و دستور دیگه و تپی که ای آثارا بخول قنیتن و یسه که او هنگل و ملیت حال نپریم هنی که من شرافی که او موردی من دیاری کرد خو یه چکر دیسن امیدم چنان است بر درگهش منظور اینا که یه تجلیل کردن لخوا و لواصلا ملاوک و او چشتی لکه خوی دل حاپی و بعد یه دعوی کردن که من خوا مثلا دعوی که افو که مرا افو سازد به لطف و کرم نهد تاج آزادی اندر سرم لا هنا لا ادبیات مذهبی آزادی معنی نریدن معمولا رستگاری معنی دریدن لادیان ابراهیم مخصوصا که هیچ حال دست خواه و لأو دنیا گناه کان باشی یعنی رستگاری که لگناهان یعنی حالا سالویشن در انگلیسی که ایه آزادی هین کردیه نازم دیگه موجودی که مذهبی سیاسی که خواست وارد سیاستی که هست یعنی او نظر ولی خب به هر دور و هر مظهر و هر مکان کند در برن جامعه های چه جنان این بهشتیت بکتوی خب یه لیره چه دعوه کتن یه خوی لیره وارد مظهر و مظهر کتن هل ایوا بعد لایرو این بیشش بیت بیشش دلا ارک خواهی شوی حق شناس بجو ذات حق دایم از هر لباس البته یه باید لخدمت از زیر عرض بکنم که من وقتی ادبیات سروکار نیاشت مثلا و مخصوصا یک قاطی فارسی کونس و عربی که برای تلفظ برای کلی مطمئنا من اشتباه کم دعوی بخشین کم ولی حد اکثر کوشش خواهم کم که تلفظه که درست بونویچ دی وقورین چارم ناچار دی هر قرار لطوانایی هست خو یسه که خوی وقت خوی وشی که من توام ارکانی حق شناس بوم باید کنی چه بکم مینه ذات حق بکم ده هر لباس کس چون ذات حق در همه کل شی بود جلوگر حاضر الوجود و هی خب یه که او منظور است که ذات حق لگشت اشیا و لگشت جزئیات کائنات وجود داره بچی ما خوارتر علیه دیگر حق به هر کس بود از لطفیار فرشته شود بروی آموزگار هر کس حق مرمت رای داشت و چه بود فرشته بود آموزگاره بود معلم واصله همه لیره چه کردن اسلام قبول کردن همه امر نهی خداوندگار به جا آورد می شود رستگار یه سر قصه من لیره رستگاره لآزادی چه رستگار هاورده سو خب لجه آزادی خب یه سکه
وقت امرونه خداوندگار و جباری رزگار بود خوی امرونه مختص و ادیان ابراهیمی و لئی روانگیگی و چه اسلام. بعد به هر کس خدا یار نبود بکان چه کند دیو در خان قلبش مکان. یعنی هر کس خدا یاری نو چه که دیو چوتا قلبی لوجود چه لعنه جیگری. پس از حمد و تحلیل دار خویش ثنایم بود بر رسولان پیش. است وقتی که من تجلیل کردم سپاس واصلا این کرد مثلا خوام کردم عادل خوام کردم چکم ثنا یا تجلیل کم لرسولانی که بینسلیه و پس یه رسولان یه منظوری هست که ترتیب کتابا که دست نشان کرد تیری توی دهینه خو ذکری هم که و ترتیب خو لشونی چکه ایسه لیره تیری تو سر بنیام و هفتن و اصلا به بنیام و داود و موسی دبیر به رزبار و هم مصطفی دلیر یا دلبر دلیر باید بود به احمد به ابرام هم یادگار به هفتوان و به چلتن چهار. هفت در منظور هفتنه و هفتوان و به چلتن سل آخر و اینی کتن که این مجموعه و سردار حساب کرد. به 72 پیر روشن ضمیر به آن 66 تن غلام کبیر. یه که یه سلامی شرع یعنی هنی هفتن و هفتوان و چلتن و 72 پیر بعد 66 غلام. لیره زحق دارم امید در دو سرا شوم داخل جمع اهل بقا. خلیره امید اوسته که چپ که لهر دو سرا هم دو دنیا و هم دی دنیا جمع اهل بقا بود یعنی جاودانه بودن. حالا خود او دنیا خوی منظور اوسته که جاودانه است بنوانوشته کن خوی که بعد از 50,000 چی جاودانه بید. حالا چی دواره امید که نازنم. خلاصه تناقضات فره هست. هلی روانگی چوارچی و اصلا مذهبی خویچی و به اندازه دجبرکی ها نو باورکانی ها نو نیسانه کن. لیره نشان ده چست که خوی کسی که معمور کریاست لباطن و دیگر مجرم. البته مجرم و خاطر یک شیرکه حوالی مثل یکی لوی بکن ورن و خاطر یک خوی و گناه کارزانیتن نازناو یا نامستعار مجرم را حل وشنیتن حاج نعمت جهون آبادی. دیگر مجرم ها قد کن گفته بود هر آنچه که استاد گفت بگو. الیره خیط دیشا که منظور است هرچی استاد وقتی بیشتری بس ای تجلیلوهینه ای قصه تایره کردی الیره قطعی که بچو هرچی استاد وقتی بیشتر و یه دیچ از الیره منظور استاد. البته یه خارج ل او چوارچوبی که تاریخ تبری و باقی تاریخی که اصلا مسلمانیت دو سه سال اول پخش بین اسلام نیسانه سه یو چوارچوب در ناچو هر او ترتیب هاورده سون تا یدی من نازم چه ضرورتی چبیسی یعنی مثل تنیا و خاطر وصله کردن و خاطر پینه داین و خاطر چه پینه داین و تاریخ و هویت گوران و سرینوه و ای تاریخ و هویت است ای شهرستانیت است. یه لمورد چست درست بین آدم وجود آمدن آدم بو البشر. آدم چی درست کریا؟ یه مهینکان واصلا لو جعلیات کلی چه هاتیه همان چهارگاران پاتیس زر زگل ساختن قالبش سر به سر. خب قالب آیم چلی او چوار یاره منظور این مصطفی و یریتنه که هر چوارین اینی کرنست خاک هاوردنست و لکرد یکی چه هست که قالب بسن متای لو را چکن خواهش کن لهین خامون کار که
این روح بدم نتتی که بعد و تمیرو نازنم فلان در این روایت اکتر رای درست کردن ولی خب لیره یه روایت اکتر هاول بیسوا که اوی جال یسا مطمئنین یا کس یا دالك او الروايه كده اللورة جعل هنا كده مثلا انحراف اللي درس كده مثلا هو العريب الناس زياده بكنا كما بك هوا خو اسا او قالب هين بيس هوا چگه هوا هم دراندم به فرمان رب ز آدم وجود آمد از سمت چپ ید یار ببرد چوتا سری چه که ایانه وقت آدم هین که چوتا چه چوتا بهشت برین ورا کرد داخل به خلد برین بشد روشن از نور جان آفرین خو یه لیاره چست هوا یا آدم که خلقن هنیلنه چه بهشت بمان چنان تا به چندین ایام نشد روح نازل در آن جسم و جان روح نچیه نوه که تا آخر از امر ذات اسه لیره بدون مقدمه این کتن یه ایشتیم نجید وقتی قالبه که درست کنچن که تا آخر از امر ذات احد یا احد باید بودن نزول که یعنی ذات احد یعنی ذات یگانه نزول کرد ارواح در آن جسد خو و امر ذات احد چکه روچیه جسم او خر بشد هیزنه و بی بشر راز شده زمین بنود قومت و گفت شکر مزین خب چکد و زوان هاتو شکرگزاری کرد را خلقته که هستم یکی عبد جان آفرین به ما گشت خالق به آیین دین خب یه لیره هر روانگه اسلام است و اصلا دکترینی که خوا انسان خلق کرده است و این انسان چست واجبه که سپاسگزار بود در ودی هاوردن دستوراتی و اصلا اجرای واجبات و نظام بروجو خلاصه فرایز چپ کتن یعنی قیرزانی به سپاسگزاری بکتن گوری بسلمن تراخوه خو علا یهینا بعد چکتن وقت اوزین و بود که بهشت هوا هم دراندم به فرمان رب و فرمان خوار رب یا نوتر را خواد یا خواه ادیان ابراهیمی که ز آدم وجود آمد از سمت خب پس جن لسمت چپ پیاو خلق کتن یا دارید ترید یا سالت بودند هر دو همدم بخوان بسرا بخوان جنان بودند بر در کبریا وصف خان خو یه دیره چکن بین هاودم آدم ها بین هاودم ده این پریل و اصلا ده قالب پریل این طبقه پریل یک بهشت البته یکی خوشه گندم بودی در بهشت خدا نهی فرموده در آن نوشت قضا روزی ابلیس با مکر و فن بشد داخل جنت زوال منن خو یه چکرنس یه او روایتی دکتر هست که یه صیف بهشتان ولی لیره وقتی چه یه شاخه گنم بیسن یه بنج گنم بیسن لباشت که خواه نهی کردست من اکره که لیلی بخون که اوان چکه ابلیس و مکروهیلتتن نو جنت و چکه بیاراست خود را به رنگ و نگار به آن مدوزن خوش کرد آشکار چنان وسوسه کرد ز آنها به جوش که کردند هر دو از آن خوشه نوش پس او قرار فریبیانده گولیانده چه کردن او چپگنما خورد البته یه در این درست لیادن بود لر این کتاب تبریه ای جور هاتی هستن که ابلیس خوی چوتا ناو زگ ماری کو و مارکه دستو ها دیریتن دو موقعه جور فیل چوتا ناو بهشت و دورت درتیتن این گول دیتن هوا گول دیتن که گنم دیتا خورد و اصطلاح یا صف دیتا خورد آدم و لورا چکیتن
هەردێکیان دی لە بەهەشت دەرکەن ئێستا یەش لێری میشی لە بەهەشت دەکەم یە جوورتر وەتەسێ دەرنەتیجە لەورە هاوردێ سوێکێ خوا ژن وەخاتر ئەو هینە ئەو گونایە عادەتمانانە داوە سەملە وە مردن لەسەر زایمان کردێسە مجازات هەم عادەتمانانە و هەم مردن لە زایمانە مجازات وەسە و ماریش دەست و پای چەکردێسن ڕزانێسن و ڕایە وەزەویە بخزێتن و زەجێ بکیشتن ولی یە ئەوانەیە یا یەک لە چاپە هینێکردنەسن لە چاپە لاوردنە یا یەک خود هاج نێمەت نەتواسێ ئەو باشێ لەبارەتن دیفرە باشە بودن کارە و تاریخ هەست پس چو خوردن از معده کردن بعد معدهان باد کرد وقت خوردن ملائک به فرمان حق زان مراد نمودن هر روز جنت برون به صحرای دنیا شدن سرنگون که هر یک به یک مسکن افتاده شد به آنها بسی رنج ها داده شد پس از چند ایام از آن جفا شدن عفو از رحمت کبریا چند واصلات دریان کن چند سرگردان بون هر کامیان کفنه یشون لشونه هم دواره چه خواه رحمی تیریتن واصلات بخشتن ملائک چنوا چند چکن تیرینیان و بفرمان آن داودگر هوا و جفت کردن بر بوال بشر ملائک چین ماریان برین رایه کردنیان الجنشو از آنها ولدها بیامد وجود که تا آدم از دور رحلت نمود که تا وقت آدم مرد خریک منال درست کردن بید خب بزنیم لیره رسیم سکو که بتوانیم من یک ادامه بیم صفحه 9 یه صفحه 8 چی منسه دیا و بعد ایسا لیره ذکر نام پیامبران لآدم تا خاتم و داستان هاروت و ماروت که یه لیر و شروع که چه لا أول وهلا آدم شروع كتن بعد شون تتوتا نوح ونازنم إبراهيم وخلاصة أو سلسلة بادشاهل ونازنم پیامبر گله يهودية تريدت الدم مسيحيته مسيحية تريدت الدم إسلامه ولا شون إسلام شكتن وارد الحق رواية الحق هین کردیم بعد العیره که تریت تا وقت که تا سید المرسلین شد سوار به کل خلایق شدی شهریار یا تا ایره تریت یه دف چوت تأکید کتبان اسلام و مخصوصا علی بعدن دی همو چیزی که بوده علی وقتی تسر روایت الحق وصلا پینه الحق وقتی دی لعلی و هین بود ولی تا اورچس محمد مهم الرأي بعد يا ادريس شوتن ادريس بعد نوح هود وصالح ونمرود ونازنم مناش مثلا ابراهيم ولوط واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وخزر اسكندر وايوب وشعيب وموسى وهارون ويوشع العيرة إن شعيب بعد يعني دي هني اليهودا قالوا خلاصة تاتت دانيال وهين كتن دانيال فكر رسلية شون هاولسه که بنيامين بيسن خلاصة يلي بآخر زمانه بحكم خدا محمد بشد بعد فرمان روا بعد از این سلسله که محمد یحیی و عیسی بعد تا رسیده چه محمد چه بوده فرمان روا و حکم چه و حکم خدا به دور محمد همان کردگار شد از جامعه مرتضی چه آشکار پس لدور محمد لیره هر وجه که لخزمتان ارز کردم لیا اینا لیا نوسریا که جاوه کتن صفات و ذات جاوه کتن محمد بوده تجسم
صفات و مرتضی یا علی بوده که تجلیگاه ذات. چو آنها شدن غیب اندر حجاب، حقیقت بشد ثابت اندر جهان. پس لشون ایان دی حقیقت ثابت بیست. حقیقت هر واسه که ایانه نمایندگی کرنه دی هیچ مذهب و هیچ شاخ و شعبه اکتر خواهن حقیقت نیه. در نتیجه لیر حقیقتی که ایانه خوین و اهل حقیقت زانه دعای چی نسره که واسه که لاسلام زعینیت یعنی بشکن لاسلام. چون ختم رسولان با اوسیا، نمودم به دفتر به امر خدا. یه همه رو چکیتن خوی کهتو که معمور خداست. زبانی شماتی و همه شو دواره تکراری و کهتن دور وقتی مجرم دی قصه که قد بکن شو بزن استاد چوپی دوتی او بیش دیر دواره تکرار ویه زوانتر تکراری وکه. چون ختم رسولان با اوسیا، نمودم به دفتر به امر خدا. اوانه و امر خدایی کاری لکنم. پس آنگه ز شاهان نام آوران، ز اول کنم ذکر تا آن زمان. پس ده اول و تا زمان و اسرار رسول، ختم رسولان چک ذکر سپات شاهان کرده. یه هر یه چو ختم رسولان هر یه بیه. پس ذکر شاهان اله شروع کرده. ذکر شاهان ذکر شاهانی چکتن ل نخستین شاه کی بیست کیومرث بیستن. کیومرث پس یه چوتو نو چه شاهنامه پیره دیده قیوم. بعد لشون کیومرث کیه؟ کیومرث کر سامه کر نوح و اصلا. خب یه سد لیرو چه لهینی چه ای تاریخی چه و اصلا تاریخ پادشاهی چه رب دیده او تاریخ هینه و اصلا سامی و بعد 4 رتبه حساب کرد. یکی پیشدادیان، دوم رتبه کیانیان بیست و سومین اشکانیان و 4م ساسانیان. یک نکته که جالب لیره و اصلا جز سرنج واسه که نل شاهنامه فلسفی و نل ای شاهنامه حقیقت هاش نیمته هین نیرن هخامنشیان نو نیرن و در نتیجه 106 سال لیورچه هخامنشیان همه وارد تاریخ سازی و جعلیات نوین است. و یعنی چه چست بعضی گلیانه وقت دوران ماده یک گلو بعضی بسرا پژوهشگران انطباق دانستن هینگل کیانی پادشاه وقت تاریخ مادری پیشدادی رو کیانی فکر مثل هر کنش بود. خب یه لیره هم دواره چکت تأکید کرده به دور محمد همه شهرگار شدن بر در آن نبی بندوار. خب بینه همه شهریاره چه بینه بنده اون نبیه. تماشا چنه تأکید کرده بان اسلام چنه تأکید دف چه تأکید کرده بانه. از آن وقت تا حال در روزگار به کل ممالک همه تاجدار. به اسم محمد شده پادشاه به احکام حق گشته فرمان روا. خود تماشا که لیره او زمان محمد که تا امروز منظور تا حال در روزگار تا وقت روزگار خود گشته پادشاهل چکر نسن مسلمان بینستن و بنده محمد بینه و چه و حکم و احکام حق فرمان روایی کرنسن. دیگر باره گویم ز پیشدادیان کیومرث بود چه اول آن شهان. خودیره شکر سر پیشدادیان و شاه و شاتیریت که هینه کتن من دی ناچما سر 4 رتبه کش خواندی من. بعد یه چه خواندی من که هینه اول شاغل پیشدادیل هین بی کیومرث بی. بعد تا لو وقت و تا هین تا روزگار همه تاجدار و هین بیا و چه خواندی من او هینه بیا
بعد بسم محمد شده پادشاه. لیره دیگر باره گویم ز پیشدادیان اویش بی. بعد سیامک و هوشنگ و تمرس و اوان زهاک و کاو و قباد و قارون و فریدون و گرشاسب و نریمان و سام. بعد لیره دیگر گویم یعنی ردیف کردیست من ناش مستریم که عزیزیه که بتوان این صفحه فکرم رسه منتشری که منتشری کنم بعدا منتشری کنم. دیگر گویم از آن رسول کبار محمد که شد در جهان تاجدار. لن لطیعی در 15 صفحه چندین یاری تأکید کرده. از آن وقت تا حال در هر زمان بود دور اسلام در جهان. پس همه دورکان دو زمان و تر روزیار او چه بید دور اسلام بیستن. هر آنچه شهان در ممالک بگاه هر دور گشته به فرمان روا. همه بوده تابع به امر رسول ز حق گشته رحمت بر آنها نزول. نخستین هجر گمانم تلفظ کنه هجر رسول کبار که تا این زمان بشمرم روزگار. که تا این زمان هجرت رسول تا ایرج هست 1300 سال با 37 1337 سال گذریه هست. 1337 که رو تاریخ بیا یه با اصطلاح کنس خاتمه ای کتاب گذشته به اسلام اندر شگفت. دیگر بعد از این تا به روز قیامت بود دور اسلام در هر ایام. پس ازل و سر شونه الکتریک اشاره که در ازل و اسلام هاتیه ای پادشاهی گشته و هین و حکم حق و ذات علی لپشتن و بیسن که رسانه اسلام و اصلا پادشاهی یا و هین و پیغمبری. خب لحل لیل یعنی دی 1337 ورولش تا روز قیامت دور اسلام. یعنی هیچ دینی تر قبول نکرد دور اسلام. بعد اینا چه خواندی من. بعد نخستین زهجر اوش خواندی من 1337. بعد میشه من مراحل چوارگانه. خب چه از او وصله سوی که درز دانه سقه چه تاریخ و هویت گوران تقل دانه سقه اسلاما لطریق چه ای چوار تقلو. یعنی ای چوار وصله مرحله چوار تقل کوپاندورن توانی اصلا کیتن پیون تاریخ گوران و تاریخ سامیه یا باور این شارستانیت گوران ده طریق اینو ای چوار تقلوه بچکو که نصر یه مذهبی که خواهون چند هینا چند سنت بسروتاز لرچه ای وصلس. ولی کنز اسلام از امر حق جدا شد 4 رکن در هر ورق. خب 4 و امر حق شکل در اسلام و 4 رکن جوابی. خب دیگه چه نشاره توی این 4 رکن اسلام. پس یعنی هرچه ادعایش کن که حقیقتا یه رکن در اسلام. بنا گشته آن 4 رکن از سبق به تدریج گویم طبق بر طبق. خب این دو مرحله و مرحله تشریح کنم. اول رکن چبی شریعت بخوان. دوم رکن باشد طریقت بکن. خوش اول شریعت دوم طریقت. یه دو سروده که رای درست کنه یک دوان فکر رستن رای و کلیش درست کنه. سوم رکن خانه بود معرفت. سوم رکن خانه چه بود معرفت. 4م حقیقت بود از صحبت. سوم معرفت. 4م مرحله چه از حقیقت. از آن خانه ها هر که شد تاجدار به اسلام هم شد حساب از شما. لئی 4 هینا لئی 4 خانه ای 4 مرحله هر شاخ و شعبه سروه هر کم لئی 4 لاسلام حساب بود. شما چه از اسلام. اگر اهل شرع اگر از طریق اگر اهل عرف و اگر از حقیق شوند صاحب اصل در هر زمان بودن باز
از سلک چه اسلامیان. پس یانه مسلمان هر کس بصرا اهل شر بود، اهل طریقت بود، اهل معرفت بود، اهل حقیقت بود، چه بود؟ لهر عصر و زمانک اسلامیان بیسن که آیین اسلام و دین حقیق بود پایدار در جهان از طریقی طریقتی برقرار بودن. نه بطلان دارد و نه ناسخ بکار، رواج از احکامش تا شما. پس نه باطل و اسلام نه باطل و بودن، نه ناسخ هم داره یه چیز باطل کر و بودن. باطل و کر توانید باطل و کتن تنیا چه یا پیغمبر اکتر قدرت اکتر ناتوانید اسلام باطل و کتن که رواج دیری احکامه تا دنیاست. 363 او خواندی من که اسلام چون ایسه چوت سرچه ای حقیقت یعنی که لدر و دراتویست که اسلام چون دان بادم دان اسلام جور یه دانه بایم هستاو که شکسته شود چون به دور زمان برون آید آن مغز اندر دلش بود اندر آن مغز حق منزلش. بایمی که شکنیت ناوکه که چست وقت در تیری مغزه که در تیری لناو او مغز حقا او مغز و جور سایو کده که او ایسوی چوت سری که آن مغز دین حقیقت بود همان پوست جام شریعت بود. پس پوست بایمی که چست شریعت و هینکه ناوکه یا هستکه چز حقیقت دین حقیقت شده حق به بطن شریعت نهان شریعت چو دری است در بحر کان. خویس چز حق حال بطن شریعت. پس حق بدون شریعت معنی نیست، یعنی هر وقت حق هست شریعتی هست و یه در نتیجه الحقل موظفن که شریعتش رعایت بکن ولی حق معنی نیست واسه الحقیقت بینه. شریعت چو دری است در بحر کان پس دری که حالا بطن شریعت چو بیرون شدی در ز بحر یقین شود سفته آن در چون ز آیین دین. پس این در وقتی درت دهین لبحر یقین اطمینان حاصل کیتن واصل لئینا لئیتی طریقه چکیتن بسرا واز بودن کنا بود یا هرچی چکیتن آیین و دین لأورو درتی یعنی باطن شریعت. البته لیره احتیاج داری بشید که یان چکرنه ده کردیکان لسرودگل کردی ای بحر واصلا شریعته که نس او که شریعته که نور نسه که در لطای دریا بیست نظرم جعلیاتی سنان ستست دم فیلسوف گوران نوروز سورانی که گویا و توت 7000 سال لطای دریا بیود. در نتیجه و تعریف کده یه لیره منظور واسه دریای شریعت نه دریای آو، چون آو خود بخشی که خلقت. البته یه دواره هم دواره دوچار دجبرکی وطن بودن هر ویشه دیشونه در چه بیرون شدی در خود یکی گوهر از بطن آن در پاک برون می شود منجلی یعنی تجلی یافته زان یا یک روشنایی زان مقاک هم داری که یعنی شکاف یا کنا اینکه گوهری لعو بطن در درتتن یه گوهر و در یعنی خوین لفرج این حومانین مثل یه را فقط بیان منظور ای ادبیات بگیسکار برون می شود بچه نیری لعو کناوا وقت درکه کنا بود سفته بود چه بود نیری که داره حقیقت بود آن گوهر از هدف
پس هدف ای گوهره که لناو در که درتی چست حقیقته که گوهر ز در بود در از صدف لیر دواره در بود بر از صدف دی لحین و نیشته صدف هست اسلام در هر مساف بود در ازل تا ابد پاک صاف پس هم داره تأکید که دبانه که او صدف اسلام که حق لیلی و درتی در لیلی و درتی و چست لازل تا ابد پاک و صاف نیمید یه حقیقت اسلام لازل یه تا ابد یه سک وقت الحقل ویشن دین ایمه ازلیه و تا ابدیش هست تعریفی که لی اقصیل حاج نعمت لی الشیعی الاول که آین حق ز اول و انتها ز آدم که تا خاتم انبیا همه بوده مشهور اسلام نام همه حق بودن هر یک از هر ایام خب یه که اسلامه که اعتبار و مشروعیت و اصالت و مقبولیت داسته گشت هینکان گشت آینکان گشت شهریارکان ندانم پیغمبرکان همه بوده مشهور اسلام نام خب چنان دور بر دور تا این زمان بودی حق به آیین اسلامیان پس ازل و تا امرو چه بیست آیین اسلام بیستن دور و دور که آیین ها و ای دور و دور سکبوت وصله را نابود کردن تاریخ بودن که آیین ها در مثل چون یا در مثل چون خورند البته من و کلی تلفظی کم دی نظرم فارسی که چون تلفظ بود خور یعنی خورشید خور که هر بی یک روز فرمان برند خب تمام آینکان چز لئی خوره روشنایی گرن فرمان گرن خوره حقیقت اسلام چو دیر رفت فردا بیاید بکار که هر روز یک خور بود تابدار که این خورگله چست اسلام و نیور گرن و یک خور چود یک خور دید با یه هین که من ناسو خواندی من دانه خواندی من بعد ماس حقیقت دویش مغزه که در آوردی من شریعت که من حقیقت لهینه بعد چنان دور بر دور اویش خوانیم که اسلام هینتدن تا تیم را 399 دنگ شوید 399 دیر بود شانس باقی به هر روزگار درخشنده باشد به لیل و نهار یه ایسا هینکتن زین چکتن دیگر نیست شب در ولایت بدین بود روز روشن همیشه مبین پس ایسا دیدشون اسلام حق کس شوی ناتتن ایسا چکه شو تشبیه کتن اسلام و روش تشبیه این کتن مظهر و اسرا علی یا حق ذات حق که دید ذات حق شد تاریکی نو این همیشه روشنه بود شمس باقی به هر روزگار درخشنده باشد به لیل و نهار یست شوروش هین که دروشیت و ذات حق دیگر نیست شب در ولایت بدین ولایت چست هر علیه بود روز روشن همیشه مبین بود معنی شب کلام نهان بود معنی روز راز نهان یسه چست کلام نهانه شو حقیقت و روش چست راز نهانه که باید کنه چه بکیتن شریعت را درست کن نبوت بودی جامعه شب یه نبوت پیامبری چه که جامعه شو بکن که بود مظهر حق چو خور زان نهان پس خور حال دل شو که چه هم دواره تشبیه داره و لورو بایم و لیری چه شوروش که مظهر حق چست خوری که حال نهان حال پرده پشت پرده شو ولایت بود جامعه آن نهار چست بود مظهر حق در آن آشکار پس ولایت این ولی بین علی چست جامعه روش
روش مظهریت علیه بود مظهر حق و مظهر علی هر یکی که خدا را اشاره بکنی یا یک وجهی. پس نگردد غروب دیگر آن آفتاب، نیاید دیگر شب چون سطر حجاب، سطر گمان تلفظ که منظور ستاره که دی شو ستاره نا که زمانه بود روز روشن به باب، در آن حق طلوع کرده چون آفتاب. که تا روز محشر بود پایدار، بود حق همیشه در آن آشکار. پس تا روز محشر، تا روز قیامت، اسلام و خوی و حق و پوست و هفته و مسیح هر اسلام. کسانی نبینند روی ورا، چو خفاش باشند در بسته را. و کسی که این راستی نوینه، چه جور خفاش کورا. زمان روشن است تا قیامت شمار، خفاشان شده قلبشان تیره تار. کسانی به حق نیستشان سر و کار، چو حیوان و دیوند و گاو و حمار. یا حمار تلفظ کرد، یا حمار یعنی خر و اصلا. کسی که به حق و وقت حق سر و کار نیاشتون، جور حیوان و دیون و ولاخ و خر. بجز از چریدن به له و لعب، نباشند طالب به انوار رب. جز واسرا لوریان و شهوت و واسرا خواردن، لذت بردن، کس خوازیار یا طالب نوریل رب نان خوانان یا الوان میلو صوفیگریه طبقه جور صوفیگریه هر صدون آدم. کسی بود طالب به دیدار یار، همان کس بود ناس اندر شمار. کسی که طالب دیدار یار بود، او کس ناسه و ناس سوقیت. ناسی سه نوع خلقته، یکی نوع خلقته برتر است یا بانترین خلقته. بزنیم کنترلش داشتیم یک ساعت چیستن تا کورا رسیمن. که چون در ازل آن جهان دادگر، به سه نوع خلقت نموده بشر. سه نوع بشر درست کرده، یکی چه ناس که یکی شب ناس، یکی نسناس. که این سه نوع چکن هر یکی لباسی دیرن و نور و ظلمت. تا چنی واسه نزدیکی و گرد حق هست که هر نور دی براو آموزه حق و ظلمتیش بودی فر دیرو کفتن چند زک دیرو کفتن. به نور و به ظلمت به کج و به راست. بود ناس اهل نبی و ولی، که هستن دایم زهق منجلی گوانه تجلی یعنی نورانی بینستن تلفظ کرد. که ناس چست کسی یک ناسن که نبی و ولی جور علی و نبی جور محمد یا باقی پیغمبریت، که هر کمان چست لحق نورانیت دیدن، نور حق حال وجود دن. بود برگشان نور، لباس یعنی جامعه برگ دیر منظور جامعه دیر یا مظهریت یعنی رهشان براست این دیرن، جامعه نور دیرن، جامعه روشن دیرن، حق دیرن. بعد چست ریانیش راسته به هر دو سر جانشان در بقاست، به هر دو سر عمل اولو دنیا چست جاودانن. دویم چست شبناس کسی لیکن که رهرو ناسن، کسی لیکن که پیرو او طبقه واصله هینه ناسنه هینه نبی و ولی یعنی هستن تابع به آن یاوران که رهرو اوانن. بعد از آن چشمه آب یاران نور، قرند و شوند ملحق از آن قفور. پس یعنی کسی لیکن که لعول چشمه او اصلا دین یا او دانایی و اصلا لعوان و خلاصه جویان لعو چشمه اوان و سرچو گرد. سیم خلق ناس باشد ببار،
چو گاو خرند در همه روزگار. پس ای خل نسناسه چس بارێک دیرن که همیشه چس او قرار لحق دیرن لدین و دیانت و رای راست و اسرا اسلام دیرن که جور گاو خرن لهمه روزگاره. یعنی کسی غیر مسلمان دی گاو خره دی هر او یعنی که فکر راسیه لهینی چاعتیست لرواية وآيات ديسي شاتيس على ويزوانية وزوانية بود جسم آدم روان بود جسم آدم روان حیوان نباشند طالب به حق در زمان. در جسم و جور انسانن ولی لروانن چه حیوانن. روان حیوان درون جسم انسان و طالب حق نیان و شون حق پرستی ناچن. بجز خوردن و خفتن و عیش و نوش ندارند کاری به آن میفروش. میفروش دیگه منظور چه؟ خلناس و اینا که راه هدایت هست مثل که چشم به چشم پیانی او به نپیان چه نافو کاری که پی نیرن هانا فکر خوردن و خفتن و عیش و نوش خویانه. اگر هم کلامی بگیرند یاد ندارند بر آن سخنت قدر کنه چشتی که بیشن اینو پاو این دیرم قدر پینه کلامی که بیش نفنده این دینه. پس هر چو تیدی شما ناطق قصر سخن ولی حیوانند بر سر و بن. این قصه که جور توتی تکرار وکن ولی خود لأصل حیوان لسطق حیوان. بعد یه توصیفی هم که چو حیوان بزاین در هر زمان چو حیوان بمیرن در هر مکان. جو در هر زمانی جور حیوان زندگی کن و در هر مکانی که جور حیوان بره. بعد تبدیم چست دیگر زین سبب گفتم این داستان که تا حق شود ثابت اندر جهان که این داستان رای واتیسن که چه بودن حق ثابت بودن حق ثابت که در جهان وجود داره. بزنیم 429 پس 12 امام پس از رحلت احمد مصطفی بر او جانشین گشت آن مرتضی. لیره چه سی خلیفه وجل علی قرتنید که علی مستقیم وقت احمد مصطفی منظور محمد ابن عبدالله مریکی بود مرتضی بود جانشین. مرتضیش نوکتر با علی ابن ابی طالب که آن مرتضی بود ذات خدا به تخت بقا گشت فرمان روا. پس علی چست؟ علی ذات خداست و حال تخت جاودانه فرمان روای تخت جاودانه است. یعنی هر او خواستی به کل خلایق بشد حکمران به فرمانش بودی زمین و زمان. یه سکه چه فرمان روای و ملگشت خلایق که مخلوقات که و ملچه زمین و زمان حال تحت فرمان او. ای یعنی چه؟ یعنی خو. پس علی اللهی ای آلی جناب علی اللهیه و یک دین تاشتن را الحقه و هل زمان یش و علی اللهی بوده چه؟ بوده الحق. او جوری که دکتر بهرام الهی ها بوده سده هاشید آثار را لیکی لصفه کن آثار را. بعد چه بود با این بخش بخونیم چون این بخش مهم این 12 امام. این 12 امام سیسا و این که پینه بنیامین سلطان ده یانو. بعد به ظاهر چو گشت یا زمان به ظاهر چو بگذشت اندر جهان به عین خفاشان شدی چون نهان. پس لجهان اینا فرمان روایی کرد ولی خود چه بود؟ لچو خفاشه لکولل دیار نیه که یه فرمان رواست. پس لشون او کی بی حسن هاد صاحب زمانی بی لشون کی او مالک الملک یا حسن بی مالک الملک هر دنیا. لشون حسن کی هاد؟ حسین بی میر که چه بی نور ذات کبیر که
روشن بی لنور ذات کبیر یعنی او بخواهن ذات حسین که مرد دوران چبی جور و مرد دوران چی چکرد حق بیا مهمان زین العباد و زین العباد که چی گذشت مرد چبی مرجع بیا باقریش که مرد جعفر هات بعد بیا خاون جام حق بعدشون جعفر کی بی موسی کاظم هات بیا خواه موسی کاظم خدا شد ایان خواه را موسی نشان موسی دا موسی کاظم وقت موسی مرد علی شد امام موسی مرد علی هاتجی که صاحب اثر و بیده او وقت خویل و ایام خویل لشون علی کی مرد تقی بی تقی هاتشونه تقی که مرد نقی هاتشونه نقی که مرد حسن هاتشونه حسن مرد مهدی هاتشونه ایسا چوره کن مهدی چوتا کوه بودی مهدی آن شاه صاحب زمان بری گشت از قوم اسلامیان لاسلام چه هین بی صاحب زمان لاسلامیان جوابی اسی چه بوده چه حق واسه ذات خالص در آن چا از حکم حق شد نهان به حق گشت ملحق در آن جاودان چرا چه لاسلامیان جوابی چه خود حق که مهدی بدین حقیقت کنون بود عیسی و مریم اندر فنون عیسی کار چک کار مهدی واسایت خلیق سلسکه را مهدی درست که هم خواست هم روح خواست هم کر خواست زنجیر چون کردی ذکر آن نبی کنم باز رجعت به حکم ربی بعد نشون انجیل چکتن ذکر اون نبی کرد ذکر عیسی کرد عیسی رجعت کرد و دوباره را سلسله خوا را هین باشه را حکم ربی که حکم که دریاز حاج نعمت مکری که ایچ کلی بشتن وقتی لعیل منظوره که قصه عیسی کرد دواره تیمور را حکم که ربی دوستیم پس از 8 و 4 امام مبین به آنجا مهدی ایان شد بدین خود دواره لوره دری کرد دیر دواره حاولد به مهدی که دواره لدین آشکار رو بید از آنجا شد غیب دیگر زمان به باطن برفتی در آن آسمان خود لیره نو لیره باید کنه بوتن که آنجام چست ای جور اتمال فره ای جور دیدی که او واسرا سلسله درست کرد مثلا اول یاودشونه خانکار و لشونه علی و لشونه شاه و لشونه سلطان و لشونه واسرا قرمزی و تارسن آتشبک او 7 مرحله ایسه لیره باید و توت یک لیره هاتی سودین چکر دیسن ایان بیسن در جامعه شاهباشین و اصلا اما لیره قرطان نسه هین نکنه چی هاتیسن از آنجام شد قیب دیگر زمان یه دفتر قیبی به باطن برفتی در آن آسمان به آن مظهر الله ببودی پناه دویم باره رجت نمود بگاه بار دویم دواره هات و تلمی کرده چکر ابا شاه مردان علی کبار شدن در حقیقت چو خور آشکار خو ایسا جور خور آشکار رو دین او قویوچه هین اولای علی واسلا به بنیام شد نام آن پاکین به سها شد نام آن شاهدین پس دیر چبی هاتوه چیه هین بنیام دیره مهدی بیا بنیام بوده مظهر مهدی البته دش برکه رو جور دخلمتان ارز کنم فرهاته که لشونه که سی محمد که تهین محمد ولی لیره چکه لیره بنیامین بوده مظهر یعنی نوت دش برکه لیره هین مهدیه بنیامین بوده
خاون ذات مهدی و سلطان بوده خاون ذات علی. پس در نتیجه لیره تقاضی یعنی به آیین حق هر دو کرده ظهور، جهان کرده روشن دوباره به نور. حقیقت روا کرده اندر جهان، شدن باز از این مردم نهان. پس لسلطان چبی یه بنیامین بی او سلطان بی هین بین ظهور کرنو هین لچو مردم نخون بی، ولی هر دو هین اندر بقا، به هر دور یک بار چون میر و ماجور مانگ خور. هان دنیا دور روشن هم اینه جاودانه نمیران نمرن، به جام غلامان شوند آشکار، کنند عهد تجدید در روزگار. پس هر مدت یک جا طاقتیان بود ینوا جامعه غلامان لیر غلامان لی برداشت اینا آج نعمت منظور پیرو و اصلاحین شون کفته یا مخلوق. بعد تکتیان و چکن تجدید عهد کن دواره بیابس کن شوند باز چون خور به دوران نهان، گهی در زمینن گه در دواره وقت پیمان تازه کنه دواره چون یه موقعان آسمان یه موقعشان زوی. از آن رو سلطان صاحب در جهان شده ظاهر اندر حقیقت مکان، که تا روز محشر چون شمس جلی به گردش بود در زمان ولی. بود پیر همراه او همچون ما، به لیل و نهار دایم سیاه. زمانه زیشان نگرده توهی، به هر دو جهان حاضرن از بهی. از آن از دین حقیقت نکوست، بود دایم آباد از ذات دوست. بود هی خدای حقیقت بجام، چو خور می کند گردش از هر ایام. پس لعو روز و سلطان هاتیه چپ کتن، لعو روز و تا روز محشر، لولا کی بی اسلام بی تا روز محشر، علی بی تا روز محشر، لیره ساکت تا روز محشر چکت هست. جور ما وگرد پیر بنیامه جور ما خور ظاهر بون تینه ورچو لورچو لش تینه ورچو لورچو لاچ. پس یه سکه لیره چست ایان بینه او ادامه دهنده علی و مهدی، ذات علی و مهدی. دیگر جملگی ملت و مذهبان، نشد خالی الوجه از حق چنان. هیچ ملت و مذهب هین نیه خالی الوجه لحق نیه، گشتن هین لحق بردنسن و اصلا توشه حق ها یعنی ملت و مذهب. هر آن کس علی خواند از دادگر، به حق می شود ملحق از هر بشر. هر آن کس علی را به داور نخواند، به دنیا و عقبا به ظلمت بماند. خب یه ستماشه که چه تمام دواره چی و سر علی ساق بیا علی تمام ملت و مذهبان چست ملعی و نشد گرنگ از سرچوه گرنگ لی حق اسلام و هر کسی که علی حقیش هر علی هر کسی علی و دادگر بزانیتن همیشه هاول حقا عادل بزانه واسرا خاون عدالت بزانه و هر کسی علی و داور و واسرا قاضی نزانه و حق نزانه لدنیا و لآخرت چست و ظلمت شدن جزا این که گناهکار حساب نباشد برش دیگر از حق نجات، چون مردار باشد به روح و به صفات. و دیگه چه بود دی حق کسی علی و حق نزانه چه کردن حق ناچت جامعه و جور مردی میگیتن هم در روح و صفاتی که از مردودن نه زادر نه صفات. نگرده دیگر در دو سر رستگار، نگون گردد آخر در آن قعر نار. یعنی بچه جهنم نه دنیا رو دنیا خیر رنات دیگر مجرم آقت کنین کلام، حکایت بکن از حقیقت تمام. پس دواره لیره و خوی وشتن مجرم قد که ای کلامه ای چه لیره حکایت بکن یا حقیقت تمام. مثل چود حقیقت تمام چست
12 امام خواندی من بعد زين بشمنا كورة ليرة آره ليرة 12 امام بعد ليرة جزء اول يسا ليرة جزء كهين كريم داستان يسا ليرة داستان زار شدن هين جمجره حقیقت کنون اسدی چوتا یا ظاهر بین یاران پاکو ظاهر شدن ذات حق یاران پاکو ظاهر شدن ذات حق ظاهر شدن ذات حق سلطان صاحب و یاران پاکن بزنیم یه چند 1 ساعت و 25 دقیقه یه قسمتی چه بخوانیم که بتوانیم لو تعداد ویدو کمتر بگیم که کنون ز اول ایجاد آن ذات پاک بگویم رسد تا به سلطان ساق خب اول و تا برست سلطان ساق قصه دلی بکن که سلطان ساق بود صاحب زمان ایجاد آن ذات پاک بگویم رسد تا به سلطان ساق خب که سلطان ساق بود صاحب زمان خدای حقیقت بودی در جهان ابا جمله یاران نوری خلیق شدن آشکرا به دین حقیق. خب یه سه که وقت مدعی سیل کلان گور سیل مثلا نشینیل وجاقداریل که لنور درست بینست یه کودیکه چه هست که لشکل خوی سلطان درستن کهتن بنیامین نانستن مجبور کفن بیشنه رمزبار 7 لقمه درست کهتن که او لقمه های بخون آشکاران بون کیوتی کامن سلطان و کیوتیه. خب یه چکده که نوری خوان و نوری زنده جیش و ابراهیم و اصلا کرسی امامت سی ابراهیم کرسی امامت لنور درست بود دل سنگی که درته تو یعنی ده ایر و سرچون گریتون ابا جمله یاران نوری خلق شده لنور شدن آشکارا به دین حقیق و دین حقیقت آشکار بین به آخر زمان گشت ظاهر چخور روا کرد آیین حق در بشر. خب چبی ظهور کردن و دین حق جاری کردن بودی مظهر حیدر و ذات حق که حق گشت روشن زوی زان ورق دلیل جامعه چکرد هم مظهر حیدر بی و ذات حق یعنی که علی خواستن و یه ذات خواهی هاته وجود صاحب بودش چند تن از غلامان بگاه که گشتن اندر دوسترا مقتدا که چند گله غلامالیش ولی بین که بین مرجع مردی مؤثرات رهبر مردم به باطن ملک بوده ظاهر غلام شدن روشن از نور حق زان ایام که کنم نامشان در حقیقت بیان چه بوده است در هر یک به نام و نشان که ناویان لئی دور حقیقت بیان کتن چه بوده است اوراد هم فکرشان به پست و به بالا کنم ذکرشان که روایت کانن چه بیسن و فکران چجور بیسن گشت بیشتم لفارتابان به 8 رتبه بودند در آن مقام که بودند هر یک به قومی امام که 8 رتبه بین 8 واصلا 8 مجموعه بین 8 گروه بین که هر گروهی چه بی و قومیک امام بی مرجع بی رهبر و اصلا مذهبی بی هر یک به یک صفحه یک دستگاه به درگاه حق بوده آرامگاه بعد به درگاه سلطان همه بندوار شب و روز بودند خدمتگزار این 7 گروه ای 8 گروه چه بی بنده درگاه سلطان بینند سلخوار نواکان انوشید بودند ذاکر حق بلیل و نهار همه بوده سرمست حق زان شمار که شورش چه بینسن ذکر حق کردنست تبدیم دیره وانی بینی مجی دیره خود دیگر نیز از امر حق در دوستر شفیعن بر خلق در هر سور خود سور یا هینن یعنی شفیع خلقن شفادنده خلقن رانمای خلقن ولی خود چکن ایسا چوت ناویان چی وکین ای 8 گروه اول هفتن بعد بود هفتوان بود هفتوان سیم 7 سردار پس 40 تنان
به پنجم بودی آن قولتاسیان، ششم بود پیران روشن زمان، ز دو رتبه آن پیرها بود مقام، اول بود 72 پیر نام، دوم بود چه 90 بانو اندر حجاب، ز 100 تا به 71 شد حساب. پس خود گروه هینگان، گروه پیرگان دو هینن، دو بونه دو بشو، یکی 72 پیر و یکی 99 پیر. بعد گروه هفتم چز 66 غلام و گروه هشتم چز یکی بندنام بود 1001 بندنام. 1001 بندنام نازم یه لپورو هاورده سه اینگان نیم مثلا لباسرا شیر کلیگان یه نیم مثلا ای شیر الفارسی. پس اسم سردارها بشمرم به آینشان خوشتن بسپرم. خب یه چیز چکتن ناویان بیتن 208 تن بود آن سروران، یعنی 8 نفر بود بین که بودند صاحب به دور زمان، که اوانه چه بین دور زمان بود دستم. بگویم نخستین ز هفتن سوال اول هفتن بی که 208 یعنی 28 نفر، نه من اشتباه کنم، 208 یعنی 28 که صاحب به دوران. هفتن و هفتوانه و هفت سردار و چه تربیت 4 7 28 که بودند بینا به هر روزگاری میشده. اول پیر بنیام و داود و یا، بعد سم موسی و مصطفی، ابراهیم و رزبار و یادگار، یعنی چه بین یا هفت قدرت دار این بین نور یکانه یا نور خلق بینکانه. بعد هفتوان ذکر نام که ناظر و شاه بینه، ناظر و شاه زمان بینه. اول محمد بی، بعد چبی بو الوفا، سوم عیسی و میر و مصطفی، ششم شیخ صاحب و هفتم که حبیب شه. دیر شه که وی معنی است که حبیب نوجنه که تویتن مثلا این هاوتا را هفتن درست کردن. هفتوان که خواندی من، بعد حبیب شه که عرض کردم حبیب شه چه از بخاطر یه شه بردیه سکار که یه برسنه که حبیب نوجنه که بوده هاوتای رمزبار. بعد محرم به دادگاه بعد بگویم اسامی سردارها بودی آبدین ایسا 7 سردار یسا 7 سردار و 7 قوالتاس و 7 دوان و 7 4 7 بوده 28 یا 28 کوی ایلیاد یا این 7 سردار چه
خوی هینه بودی آبدین و اسکندر بگاه، نریمان با رستم و موسیا، دیگر احمد و میر ورچم به راه. خب ای هفته هینیه، ای هفته لناو کردیگانه من نیمستن. من احتمال دارم که هر جوری که هفتوانکان مدیریت خویان داشتن و قوالتاسیران مدیریت خویان داشتن، جمعیت اینیل جافول شارزول مدیریت داشتون آثاریان لبین برنس را خاطریه چه او جعلیات دوره برزنجه میمکن بخنه شونه یسه که لیره شروع کردیه ای اتمال داریتن یالا نوکان اوز کردوتن یا هلی نولا که یه ازو چه بودن ازو او مدیریت این بود برزنجه بود، این شارزی بود، این جافکان بود، مدیریت جافکان بود که یه لیره او گفتگو لبین آبدین و احمد هانو او هین هانو او جاریات و دیوان جاری که هر واسی هست آبدین ولی باید هینش بیاتر نرگزیش بیاتر لورا که این ناول تمام نیه ولی خود یه رسنتیم که یه جمع مدیریتی داشت نسن شیخ برزنجه حالا چند کل شیخ خلیج عضوی بیون یک جمع یا زیادتر داشت نسن چون ریکی نعتتن بدون مدیریت داشتار یاری بیون خوالتاسیانی جیسه واتیسه چه قلی و دین و شاکو و شانزر مراد و سلمان یعنی ناویان بینسن که بر الحق دستگیر بینسن که لسر رواز الحق پیران راد که یهش در و هین کتن گوین ز پیران راد از اسم غلامان نیکونهاد مطلول شود رشته این سخن همان بس که گفتم ز چار انجمن و تیسن ایره کنی لباقی یعنیش کسا بگم طولانی و بودنی رشته سخن که هری چواره بس یعنی دی تقل داقه و کافی دی باقی نتوی بشتن همان چار بودن مستنشین که گشتن رهبر به آیین و دین چوارتنان و اسرار مصطفی و موسی و بنیامین و داود او چوارتنه بین مستنشین نمودند شرط حقیقت تمام حقیقت روا کرده در آن ایام که این 28 تن به اصل مقام بود آن دوده 8 حرف کلام ز عرض و ز سما و ز خلقت تمام به آن 28 حرف دارد سقام تمام این 28 نفره چه عرض و آسمان سقام دانست بماند دیگر این حکایت ز پس روان بر سر داستان الس که لیره لحینه الس مخفف السته و اشاره و قال السته بربکم است الست بربکم که آیه قرآنیه بعد یعنی این کریه و ایسا لیره چه کردیسن حواردیس ز مظهر به مظهر به دور و ایام ز شاهان و مردان بیون قلام یعنی بی نهایت بی شمار بیون و کلیه هر و کلیه که بودی سکر 525 500 یعنی کنی 12 500 و این دو عالم در کنم او ایسا چه بیمن بچی من ارادم یه چوبتیسم داستان یعنی بیشتر هین روایتی لیکتر حوالیس و مناجات دیریتن بعد این بخش بزنیم چسن و بزنیم در کور خاتمه بیمن که این ویدیو فرفر طولانی اونو دو عالم در کتم عدم بود نهان و اسرار و حق تعالی بر دنیا یه چوچی تو راجع ایسا صاحبت را دنیا و بجز ذات حق تعالی خلقتی در وجود نبود چند مدت گذشت و آن وقت جبرئیل از خزانه سر از وجود خود خلقت فرمود و پیشوای تمام خلایق کردید پس چکت جبرئیل ایسا دی چوتا سر چه خلقت هفتن چی خلق اینه یا چوارتن بعد نشونی که زفافی که کته هفت کنون داستان را نمایم بیان سرانجام یاری به هر کس عیان خب چس یاری به تو را ازل که لورا
بیا بس کرد یه حکایت خلقت چو جبرائیل یا بنیامین خلق بیستن حکایت خلقت شدن جبرائیل دیگر بار ای ساقی ما چه نظر کن بر این بنده از روی مهر ببین چون خمارم در این انجمن که نتوان کنم جاری از لب سخن اقرا هینم خمارم وقتی نکنم سبکم خمار اصلا روحانیت بخوار رخصت از پیر باده فروش بده یک دو جامم که آیم به جوش مقنی بزن ساز و نای دهل نظر کن به من چون شده تنگ دل بیا یه دیل باطن و قصه که ولخواه بیا مطربا خوش بخوان از برم ببین چون شده دل فسرده به غم به حق این زمان میکنم التجا دهد رخصتم زین مکان بقا در چدینی دیگه توصیف کرد شخصیتی که باطنی خوی که در باطن رای بکنه مثلا ولی تماز داشتن و چوپی رای کشن با او کشی وصلا مهین کرکه چی نوری لایده چندی که شرک کرد که شوانه وگرد علی ابن ابی طالب و سلطان صاحب که مشوره داشتیست و دینکه و تایید رسانه جبرائیل امین یه سلیره چوت سرچه تا بنده مسرور کردم بیاد به نطق آیم و حق کنم آشکار خب یه سکه بسال لاکه تو که اینه بکن نظام یه دوز انرژی لباطن و تزریق پی بکن که بتواندن باید قصه و حقیقان بیشه و معمولیت ادامه بید زکتم ادم جبرائیل امین برون آرم از حکم جان آفرین پس زمانی که حق بود در درنهان وقت حق لناو در بی چه بود در لدل سر گشت جهان آوی یه چکت لورا بمزنه زوی خلقی کرد خو آدم لیره چکتن در حالا تایده یا لورا در لنهان اسلام بر اسلام بی بر شریعت بی خو همی ذات حق هی بودی زان حساب پس ذات حق چه بی لأول و لناو درگ بی بعد ایسا هین کتن تیتن بشد خلقت پیر بنیامین بپوشید بردانه پس جام را بشد خلقت پیر بنیام را یه دانه لناو او در دونیتن سر پسان دادگر لیه جبرائیل با هری به قسمت بخوانی من بعد زمانی که حق بود در درنهان بودی نیز در دل سر مکان سراس جهان بود هم بحر آب همی ذات حق هی بودی زان حساب پس آن گه کرمدار رب جلیل همی خواست خلقت کنه جبرائیل تو از خلق کردن در آن جام سر پس آن دادگر نظر کرد در بطن در و گوهر تماشای چه کرد نو درکه کرد پسندید یک دانه در آن محل که بود منزل دانه اندر بغل خب نوعی دره ای دره دی و در و نه بیا گاراج تماشای نوی کرد یه دانه دلتید ای دانه چه بود یه و گوهر نوالی بیتن کن پسندید یک دانه در آن محل که بود منزل دانه اندر بغل برآورد اندر بغل دانه را بسنجید یک مرد جانانه را چون دریافت آن دانه پس ذات هی نظر کرد از لطف ز اندام به وی بپوشید بر دانه پس جام را بشد خلقت پیر بنیام را چون مهر فروزان بودی جام او عوض کرد ز اندام همان نام او زاندم باشن زاندم بوی یعنی در لو موقع اندام آندم خب یه چکر یه دانه لناو درکه دی لبقل درکه و ای دانه خوش یلی هات خواه
بعد چکرد هاورد جسم داپه کرده یا مرد جانانه و چکرد ذات کرده وجود لأو موقع و چکرد جامعه بخشیه پی واسه جامعه ذاتی و پیر بنیامین دلی خلق و واسه او جسم و ذات بیا پیر بنیامین بعد شکر نیرانی و بی هلگریا لأو موقع نهادی لرا جبرئیلش به نام به هر دو جهان گشت پیر و امام. پس ناوی ناچه ابراهیم جبرئیل بنیامین خلق بی ولی خوچه لبان نویسه جبرئیل خلق بی ایسا دواره بنیامین خلق کرد و بنیامین دواره ناوی کرد و جبرئیل که چپ کتن لهر دو دنیا هم پیر و هم امام. بینداخت داور ورا هم به آب پر و بال بکشود و شد کامیاب. و خست نو آوکا هین کرد پر و بال پیا کرد و نو آوکا شروع کرد مولاق این واسطه در آن بحر بی پی زدی پر و بال نکدی اتحاد به آن زوال جلال. سراسیمه می گشت در هر مکان ندیدی بجز خویش از کس نشان. زدرگ گشت خلقت چور روح الامین نبودی دیگر مخبر از راه دین. حالا چکر یا لأو وصلا بحر بی پیا یه هر محال ست وصلا فرشته سازی سلیر او درست بیسن یعنی خلقتك ونوی که لئی روایته سرطا و بیسن نامنظم و بیسن. بعد لجیکتر هم هاورس و او خلقت و اسرا شش روزه ادیان ابراهیمی دواره سوار کرده سوار. بعد چوت آوکه یدی زوال جلال خواهن خود و اسرا خالق لفکر چوتن لهر مکان چوتو لخوینو کستر نیا و لدر چبی خلق بی ولی خود لریدین بخوار بی بیدین بی و چکر لأو اینا جور روان بی جاری بی تیرانج بی عارف نوی لسرحق چبی و معرفت نرسی و اسرا و معرفت که حق بناستم. وقت مدتی چی تا یک لخوا و هی پیام رسیته از وی سلام کریا لیلی. بعد او هر خریک دودن بیدن او آوا همی تیران بود گردش کنان ستایش نکردی به آن لامکان. او لامکان هیچ اهمیتی بود لامکان نه هرچند سلامی شکر جو سلامکی چی نه او نبودش چون جبرئیل از حق خبر به هر گوشه و هر کاخ به هر گوشه هر کاخ کردی نظر هیچ هینی مینه حق نکرد گردن کشی کرد جبرئیل یا بنیامین. بعد چکرد که ناگه پیام آمد از ذات فرد ز جبرئیل پرسید که این نیک مرد کیم من به مخفی کنم با تو راز بگو راستی تا شوید سرفراز. پس یهو قران ملیه بیش من کیم که و نهانی و سر و راز و نیاز کن زانی من کیم. بعد چو بشنید آن صوت جبرئیل راد به پاسخ همان دم زبان برگشاد که جواب داوا بگفتا ندانم کی این زمان کی کنی راز با من تو اندر نهان. من ندانم تو کیتن که وقت من راز نیاز کیتن. بعد منم یک تن آزاده اندر جهان ندانم خبر دیگر از این و آن. من تنیا کس آزادم لی دنیا و احتیاجم که خبر لکسک داشتم نباشد کسی راز من برتری نبینم بجز خویشتن دیگری. کسی لمن برتر نیه و صبانتر نیه و من قیرسمان کسی کتر نوینه دیره باید توی برسنه که دچار وصلا و گمراهی و خود گورزانین بی و خود زدزالین و سرپیچی لامر حق لره حق لدین حق. چو جبرئیل در پاسخ شاه دین چنان گفت از
بیهوشی زان قرین، پس از قدرت ذات رب ودود، از آن بقعه در تجلی نمود. یکی برق سوزان از آن جلوه جست، پر و بال جبرئیل از هم گسست. پس فرشته بی پر و بال داشت و حق لناو درکه ینوی خستلی چوا پیکرد جور برق سوزان بال و پر سوزان و اصطلاح بی افتاد در بحر بی پر و بال، بماندی به گرداب تا چند سال. به پر بال دی این نکرد، پرواز نکرد و اصطلاح بسر آوه که اینه دی فرشته است. وقتی پر بال سوزان کفتن او آوه که کفتن او آوه که دی چند سال دور من. پس آنگاه دیگر باره هی ودود، بر احوال جبرئیل رحمت نمود. که دیر خالق دواره، خالق و اصلا دل نرم و دل سوز و این لأحوال رحم جمعی عامل وضعیت جبرئیل. زنو پربال اخی برگشود، ولی باز از فرشتن که مخبر نبود. خود دواره پربال داپه که دوی فرشته اخی یه نازناوی که ارا بدیسه کار دیره که واتسن ارا ایناو بدیسه کار رای اینه که من مراجعه که حاشیه که اویش حال آخر کتاب من مراجعه نکرد مثلا ایرکانی وقت باید ماشه که من متا ای اخیه محمد وقتی چود وشتن گاو ایمه و گاو یاری و بناس و پیر بنامینی اخیه رای بیتکار. ولی باز از خریشتن و خوار هم دواره پر و بالا را داشتید ولی خوار لخواه نیاد. دویم باره آمد پیام از سمت به جبرئیل فرمود ای با خرد بگو من کیم در نهان بر فراز کنم با تو هر گونه راز و نیاز. تو هم کیستی راستی پیشه کن ز قهر الهی پس اندیشه کن. اخی هم به پاسخ زبان برگشاد بگفتا ایا آن که در این مراد کنی راز با من ز سر از شمال و یا خویش با من بکن آشکار و یا ترک کن حرف ناپایدار که مخبر نیم من از این سر و کار. میشه جبرئیل وقت میشتن یا بو خود و من آشکار به یا شو لی مقصه ول کردن واز بار ولم که حال خوام ندارم تو هیچ وقتی بیاد نباشد مرا غیر خود استاد. میشه هیچ حافظه که چتیگل تو ویادم نازی که تو کی تو لخوره یک دیومن یک رابطه من چه بودن من فقط خون استاد خون بی مثلا. دیگر از غضب آتشی برفروخت پر و بال جبرئیل از هم بسوخت. دواره آویرک هین کرد و معجزه آویرک دمان و پر و بال جبرئیل بدبخت دواره سوزان. نگون گشت باز هم در آن بحر آب ز بیچارگی گشت حالش خراب. بیچاره بی تلیاکی بی لود دریا علا تلیاکی جاده بوده سینه کفت ولی بدبخت بی خلاصه پر و بال نمی کفت آب. نگون گشت باز هم در آن بحر آب ز بیچارگی گشت حالش خراب. پس از مدتی باز آن ذوالجلال جلال نظر کرد بر سوی آن با کمال. ز قدرت بشد باز با پر و بال ولی هم نبود آگه از لایزال. دواره رست من بار پر و بالا که دواره رای درست وکرد ولی هم خوار دنیاش خالق لو لایزال به خوار بین نه چه سری که اولا کوره دیسن. دوباره چو جبرئیل شد نیک حال بیامد به پرواز افروخت بال. دوباره وقت حال خاص و بی چکر بال واز کرد و اصلاحات دوردن و سر آوکه یا بوبان آوکه در آن بحر جوشان بودی دستی تایر آو بی ایسه بیا بحر جوشان یه هم دن کودیکانی چاور نسته نه راه نجاتش بودی نه گریز. اتمالا لو آویر آوکش کل گوست نولو آوکه ملایم بیسن راو پر خوشیاتی کس مزامین نو تنر بوبان آوکه دور دیده.
بعد نجات است بوی نگریست، نه بشناخت داور، نه کردار و کیش، ندیدی کس اندر جهان غیر خویش. پس یه جریت کودکی که رابطه فکر مثل او هین هاورد نسه و یک دو روایت گنجان نسته که برسنه که کابرا سرپیچی لحق کرد و گمراه بیسویانه. ز راه کرم پس جهان دادگر به جبرئیل بنمود نیکو نظر. این دفعه هین این دفعه قذب مذهبه خفت و دادگریش و اصلا خالق که و حسن نیت ماشای کرد. همی خواست در وی دهد تربیت، از این ناخوشی هم بیابد صحت. که تربیت بکتن که این ناخوشی دستری نمینه. این دیره چه؟ بحث هدایت که تیریده ورو هدایت خالق که وحی لطریق و اصلا لطریق موجز آمیز و باطنی چه که بندگان حل بوشن ترا معمول. به تصویر یک نو رسیده پسر، در آن بهر بی پی بشد دلوگر. پس خوی و شکل یم این کر جوان در آورد خالق و چکر هاتو خوی آشکار کرد را جبرئیل. به عنوان تعلیم در آن مقر، به روح الامین گشت او راهبر. در آن حال حیران بودی پیر راد، که ظاهر شدی در برش استاد. پس این کرد و عنوان رهبر چبی خوی رای ظاهر کرد و استاد چبی حیران بی تعجب کرد. به تشکیل یک طفل خورشید لقا، عیان گشت در نزد آن بینوا. که و شکل یه منال نه جوانیش و شکل یه منال خورشید چهره که چه کردیسن خور رومت خوی آشکار کردیسن راو فقیر بیچاره. بعد چه کرد زاوری چی جبرئیل سراسیمه گردید. پس جبرئیل به خوف و رجا گفت به آن دلیل کی ای. لیره چه کرد به آن دلیل لیره رهبر و دلیل دیدیتن یواش یواش هین کردن جه داوب کرد. کی تو در این بحر گشتی عیان، کنی گفتگو با من ناتوان. به پاسخ گفتا که من رهبرم، رسول خردمند آن داورم. مرا زان فرستاده آن دادگر، که تا بر تو این دم شوم رهبر. ز پس با امین گفت آن رهنمون، بیا بشنو از من نصیحت کنون. اگر پرسش از تو کند بی نیاز، که تو کیستی و من کیم در فراز. بگو من یکی کمترین بنده ام، به موجود ذات تو شرمنده ام. توی خالق و من خلیق تو ام، توی مشفق و من شفیق تو ام. ز پس طفل یک جام ز آب حیات، بدادی به آن پیر نیکو صفات. بگفتا بخور تا که بینا شوی، به تکمیل ارشاد من بگروی. کنی به عطا حمد بر دادگر، به ذات قیومش شوی با خبر. پس لیر راهنمایی کردن راهنمایی واسرا جبرئیل یا بنیامین یا هر کی لیر یکی که دیدن واسرا جیان اواز که نوان اواز کردن پیرو واسرا جبرئیل. پس لیره و پیوشتن من هاتمز تو را برکن. تو باید کن وقت دیدید پرسیدن که تو کی تو میگن تو بیوشیتن من بنده کمترین تویم، من شرمنده ذات تویم که لذات تو این بی مثلا خلقیا مثلا هات مثلا بسرا موجودیت پیا کرد. مثلا تو خالقی تو من مخلوقم. توی تن واسرا شفاقت دهنده تن و من کسی که چوروانم که چه شفاعتم بیتن. لشون او منالا چکر یه جام آو دا پی که دا او پیر نیکو صفت واسرا چکر بخویتن که بینا بودن، حل بگریتن، چوی واز بودن که دنیای باطن بینیدن. به تکمیل ارشاد من بکرد او بخویتن چوی واز بودن که بتوانیتن او کرا ارشادی بکیتن ادامه ارشاده که بتوانید تحمل بکیتن. کنی بعد لشونی هین بکیتن خالق
ستایش بکیتن و لهینی لذاتی چی با خور بیتن. پس پیر آن باده خوشگوار گرفت از گت شاه دلدوسوار. لیر دواره چه هاوردوا؟ علی هاوردوا که لورا دادگر خالق خوی وشکر یه منال در آورد و این منال چه استبیا شاه دلدوسوار. بنوشید و سرمست شد زآن نبید، شدی منجلی جسم و جانش چوشید. پس روشن و بید او آو خوار سرمست بی و جسم و جان روح و جسم چبی روشن بی و اصلا عالم باطن بیونی دیسه. محقق بشد ذات حق در برش، شد ارشاد از دست آن داورش. و چه کرد ذات حق لجامع جی کرد تجلی کرد و ارشاد لدست داوره که لدست خلق ارشاد بی زانست چپ که در وجود خواهی حس کرد که زانی چپ کردن و عبادت که و حق بناسازن. پس از گفتگو طفل صاحب هنر شدی غیب در این آن پیر سر. در عین آن پیر سر و اصلا بعد از این گفتگو چه بود؟ غیبی لچو پیر و نهین بی غیبی نهان شد دگر بار در کان سر. ولی گشت جبرئیل از نور پر. این دفعه که او نهان بی چه سر چکرد ولی جبرئیل دیسه چوی دونیتن و نور و گردتن و نور ذات و جلی بود و سرمست از شوق یار. در آن بحر می گشت پروانه وار. چو شد غیب آن طفل از عین پیر، شدی بعدها پیر قلبش منیر. که وقت عین بی نقم بی چیه سر ای ولی خود دل روشن بی ذات ورگ ذات به وجود ذات حق لوجود تجلی کرد. بعد دی منالکه نی چکرد هاورد ستاینی ایسا عبادتش رو ذکر و سنای او حق بکیتن. سدی ذاته ذات و پین اصلا که یه بنده کمترینه هیچ نیه او چیز او خالق باید که ستایش بکرد عبادت بکرد. چو شد زان پسر پیر تکمیل و شاد، همه پندهایش ببودی بیاد. پس وقت ارشاد کریا پندکان آموزکان وحیکان او منالا چه لیادی بی. چو بشنید زان پند باهوش شد، نصیحت پذیرفت خاموش شد. نصیحت و اینکان بی چه بی خاموش بی. بیسه یه جسم به اراده است و تنیاهینی دیدتن دانایی دیدتن چس این او طفل سواس و این خالقه که خوی وشکل و طفل دراورد ولی وجود این کده. یعنی یه خوی دیهوچه باید کنه یک ورگریتن او کار بکتن او دانایی و اصلا او که رای شهود جسن او تابع او بوده. همان دم پیام آمد از ذات هی، بگفتا به جبرئیل که ای نیک پی. بگو این زمان کیستی همچو تی، در این در هستی به پرواز سه. که من کیم با تو در لامکان کنم راز با تو عیان و نهان. چو جبرئیل بشنید آن صوت پاک، به حق سجده کرد و بپوسید خاک. حالا لحانا او این لیر خاک بوسی هستن. خب جبرئیل دواره خالق این که بشتن پرسید ولی من کیم و تو کیت. جبرئیل چکتن ایسدی زانتن او خالق و یک بنده کمترینه سجده بیت رایو چه خاک ماج کتن. حالا من نزم خاک لکور کفت سدسینه او دریای واسرا قل دیتن که حال جوشیانه یه لیره چه سجده بیتو خاک ماج کتن. به نالت در آمد به سجده کنان، بگفت ای خدای زمین و زمان ندانم چه گویم که شرمنده ام. تو ذات قیومی و من بنده ام. پس او ذات چیز او ذات خالقی دیدتن و یه بنده است که شرمندگی نزنی چه بیشتن. کریمی رحیمی حمید و مجید ز تو باشدم بیم و از تو امید. بیم و امید و ترس و یعنی من لوجود که تو واسرا رحمان و رحیم و حمید و مجید و کرمدار و گشتی هر تویتن
من چم ترس و امید من فقط به تو سجود من خوام هیچ امیدم چنان از بخشی مراز شرمندگی این جهان داورا شرمندگی جهان ای داور من بوخش که فقط تنیا ای امید داریم چون بوده نادان و ز ایام پیش از آن زان باب نشناختم یار خوش پس از سر نادانی بیسن که من یار خوم ناسی مثلا یار لیره چه دینیت هم دواره ادبیات دانا گوران تلیت میدان این حاج نعمت کیسه جبرائیل بوده چه یار خالق تا یک رسولی بیامد برم مرا کرد آگه از آن داورم که یه رسول هات او منالا که این وجود داور یا خالق چکرد قاضی با خبری کرد آگاهی کرد از این پس که تا هوش باشد مرا یکی بنده ام این جهان داورا داورم آره دو هینت که چه سکر تا وقت هوش لسرم بود چکم خوم و بنده او داور جهان زانم خالق زانم پس آنگه به پاسخ خدای کبیر بفرمود که ای پیر روشن ضمیر امینی و هم محرم داوری وکیل خداوند هم سروری به هر دو سرا بر همه کائنات تو مختار هستی به ذات و صفات به کل خلایق توی مقتدا وزیری و هم محرم پادشاه ز تو بیشتر کس نباشد بدان پس از من خدایی بر بندگان چکر لیره کلیل و اسرا یک کلیل دار صحاب یه کردیکانی چه حافظن که کلیل هند دست پیر بنیامین که لباس شوند زینس دانست سی محمد لباسی که جعلیات دانست سی ابراهیم اصلا که ولی لیچه وکیلی یعنی خواه پیر بنیامین ایلا کردیکان لیره چه بود لیره کنه این خواه یسه چکت کوپاندیر نکرد لیره تقلقانی گورتر و گورتر رو بودن کوپاندیر منظور مثلا که تقلقانی گورتر یعنی تو اچین تماشا کیتن خاص هینه نکرد نگیره مثل فرد تماشا کیتن نچسب بیاسن یسه جهلیات یسه تا ایره بخوانیم بعد تمام بکنیم من بیاد 2 ساعت و 7-8 دقیقه چو جبرائیل بشنید از حق کلام به آن گونه از عدل و رحمت پیام همی سجده شکر کرد و بگفت که شد حال نیکم ابا بخت جفت خب این کرد که خوی ناسی و خوا ناسی که رابطه انجست یه بنده هیچی که هچی در صورت و عقل کل و رحم و شفقت و گشتی این اوا یه تنیا و واصلا لذات او لقدرت او انسانیت پیاکتن هوش پیاکتن در نتیجه چه بودن حال خاص بود چو جبرائیل از خواب غفلت بجست به توفیق حق در 2 عالم برست چنان گفت با حال مسرور و مست که الحمدلله شدم حق پرست سبیه چه؟ حق پرست که لقفلت لنادانی لنزانی درات هدایت بیخواه و هدایت بینکه چی؟ اسدی یه بوده هدایتگره بعد از خواه یه هدایتگره لیره یادم چی اشاره بکنم که وقت خواه نود او ایسه مثلا پیغمبران شد لقیام خواه مردم هدایت کن کار خواه کن واقع پس آنگاه روح الامین در جهان به درگاه حق بود سجده کنان خب او موقع که خوی ناسیه حق ناسیه خالق ناسیه چه کردیزن؟ دی لدرگاه حق همیشه سجده کرد بیا گهی شاد بودی و گهی دلحزین گهی در سما بود و گه در نشین پس چکت بعضی موقع آسمانی و بی چه آسمان بعضی موقع چکت خوشحال بی بعضی موقعش غمگین بی
یسه که حالتی جورای منظور است که رنگل جورای با خوی گریچون حق چیز رنگ آواز کردن جی آواز کشون همه جا حاضر هیچ رفیق حق واسرا همشین حق هم حاملو حق بعد به هر مرزو هر بوم کلی گذر نبودیش از سر داور خبر همی بود حیران در آن بحر آب نبودش مکان نه خورد و نه خواب نه یار و نه همسر نبودی محرمی بجز حق نبود آن زمان همدمی پس دور نه هاوسرک داشت و نه هاودمیک و نه رفیق کوشته نه خوراک و خو هیچ نیاشت چکت فقط هاودن حق و یه جریات که لپردگه هاورد نسته که متای دوره ای وی ترتیب نیه که بنیامین تنیا و دور سیانن که سرگردان نوحان دیش درکو تا وقت درکو واز بود یعنی یه سه روایته که دوره لپردگه تعریف بیوستن ده ای اصلا پس ایما ده ای تا ایره خواندیم نه تا 700 خواندیم نه تا حکایت خلقتشون موقع مردانستن لیره چه خلقت کتن دی باقی یعنی که چوی او فرشته کن او ششتن هفتن در این که لهفتن خلق کتن ادامه ای بس برون رو اصلا به اوی که یه بیشتر وقتان بریم بیا 2 ساعت ورده ادامه قصه که هیلیم نرا برنامه دیاتر تبزنی من ای دینه چجور یواش یواش لإسلام زاینیت لجر داوان اسلام وصل دامن لجر داوان اسلام درید جورنال اللي زهدان يعني رحمة اسلام درید شد واقع استشكر تائرة سلطان بيا علي وبنيامين كيا مهدي صاحب زمان ويسا وقت خوي كيتا خاون الطريقة امام زمان لواقع ديرتن خوي وهين حساوك وبنيامين حساوك يا وجبرائيل حساوك ای بشه تمامی و ایمه ادامه ای با ای برنامه لگریم تا وقت بتوانیم من او بشیلی کرب و گرد مذهب الحق یا مذهبی که کاکیش ناسیر مذهبی که دیست دیگه آخر شکل گده و امروش سر رای دیان نو که تپار کرد سر گذرانیه و الحق و کاکی نو برید و ایمه بتوانیم من ای بنمال ای مذهب لحق الحقایق در بکشیم و بوی من بزنیم لنو تذکر اعلای ایوانوف و لنو او دستنوش دوش کابشره چو باسلا چو بازنویسی کریا چو برداشت کریا چنک هین بیاسن چنک ولاره بریا چنک وگردیه که اتفاق پیاکن یک گرم آرزو زنگانی که خوش را گشت لایکتن درم بنیشنه خیر و خوشی